تا حالا به این فکر کردید که چرا عید نوروز تا 13 روز ادامه داره؟ اصلا چه کسی گفته که باید تا 13 روز ادامه پیدا کنه؟ نوروز جشن باستانی ایرانیان نشانه ای از یک شروع جدید و نمادی از زنده شدن طبیعت بود. نوروز به خاطر 12 ماه سال تا 12 روز ادامه داره و توی این 12 روز مردم به استقبال همدیگه میرفتن تا سال جدید رو با خوبی شروع کنن. روز 13 نوروز یعنی 13 به در، همونطور که میدونید چون روز طبیعت، مردم به جنگل ها و صحرا میرفتن تا به خاطر طبیعت و این نعمت ها شکر گزاری کنن. و از این به بعد هر سال نوروز به خاطر احترام به طبیعت جشن گرفته شد و به طور یک جشن رسمی ایرانی شناخته شد. و در آخر رفیق، اگه به تاریخ ایران علاقه‌مندی ما رو ساب کن. ما برای این ویدیو زحمت‌های زیادی میکشیم که حاصل زحمت‌های شبانه روزی زیادی هم میشه.